به نام خدا و با سلام. با آموزش ریکاوری پسورد فراموش شده ویندوز در خدمت شما هستم. در این ویدیو قصد دارم روشی رو آموزش بدم که نیاز به هیچ برنامه خاصی به غیر از CD ویندوز و یا فلش بوت شده ویندوز برای ریکاوری پسورد نداریم. همونطور که می‌دونیم خود ویندوز یه قابلیتی داره به نام استیکی کی که برای افراد نابینا طراحی شده و این قابلیت با 5 بار فشار دادن کلید شیفت فعال میشه. ما می‌خوایم از این قابلیت استفاده کنیم و پسورد خودمون رو ریکاور کنیم. حالا که وارد این قسمت شدیم، با استفاده از کلیدهای ترکیبی شیفت و F10 صفحه CMD رو باز می‌کنیم. ما باید ببینیم برای اینکه این عمل ریکاوری رو می‌خوایم انجام بدیم، ویندوزمون توی کدوم درایو نصب شده و چه لیبلی داره. میایم دستور دیسک پارت رو میزنیم. بعدش از دستور لیست ولیوم استفاده میکنیم و لیست درایو هامون رو میاریم. ما اینجا با استفاده از سایز درایومون تشخیص میدیم که کدوم یکی از اینها درایو ویندوز هستش. من از قبل میدونم سایز درایو ویندوز هم 59 گیگه و حالا اینجا فهمیدم که لیبلش دی هستش. این کار رو حتما باید انجام بدیم. چرا که ممکنه وقتی توی ویندوزمون هستیم اونجا لیبلش سی باشه، اما وقتی اینجا ما نگاه میکنیم لیبل یه چیز متفاوتی باشه. پس حتما باید این کار رو انجام بدیم. حالا از دیسک پارت میخوایم خارج بشیم، کلیدهای ترکیبی کنترل Z رو میزنیم و خارج میشیم و دستوراتی که باید رو وارد میکنیم. ما این روش رو توی ویندوز 7، 8 و 10 انجام دادیم و اجرا شده. باید یک بار دیگه سیستم رو ریستارت کنیم و با همون سیستم عامل خودمون بالا بیایم تا بتونیم پسوردمون رو ریست کنیم. خب حالا اینجا ما میایم دوباره 5 بار کلید شیفت رو فشار میدیم تا قابلیت استیکی کی فعال بشه. همونطور که مشاهده میکنید این بار CMD باز شد. پس بعد از اینکه ما صفحه CMD باز شد میایم یه سری دستورات دیگر رو وارد میکنیم. دستور نت یوزر رو میزنیم. اینجا باید ما بیایم اسم یوزرمون رو وارد کنیم که حالا اینجا اسم یوزر ما همون یوزر هستش و بعدش پسورد جدیدی که میخوایم براش قرار بدیم. همونطور که مشاهده میکنین کامندمون با موفقیت اجرا شد. میایم پسورد رو وارد میکنیم و با موفقیت وارد میشیم. بعد از تمام مراحل که رفتیم یه کار دیگه مونده که باید انجام بدیم. تمام این کپیایی که انجام دادیم و تنظیماتی که انجام دادیم رو باید به جای اولش برگردونیم تا به مشکلی بر نخوریم. حالا من یک بار دیگه میخوام این کار رو انجام بدم. باید سیستم رو ریستارت کنم، دوباره با استفاده از CD یا فلش بوت انجام بدم و توی اونجا وارد CMD بشم و یه سری دستورهای دیگر رو بزنم. ریستارت رو انجام میدیم. حالا ما تو این صفحه هستیم. دوباره کلیدهای ترکیبی شیفت و F10 رو میزنیم و این سری یه دستور دیگه رو وارد میکنیم. کار ما اینجا تمام هستش و امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید. موفق.